گیلک با کجا شد؟ گیلا بیا دکن بیا اینجا بدن حیثو می تا کار میارو بیا یک دقیقه لیلی لیلی زیبا شده خیلی لیلی چکار میکردی؟ چکار میکردی میگی؟ دستام همه پوست که بابا صبر کو بشه میگی میگم همون تاکار که قلم نکرده بدیم اون روز تاکبر تاکبر که قلم کرده برای که دیگه هم مرجم میکنم میارم اینجا میچینم که نقلا که دیگه یک سه چرخ یا فرقونه برو مسئله بیارم خود یک تنوی که دیگه این کار بگیرم بابا چیز کنم تو بری به سرا بابا مسئله که نه آتش کنم این گپ خوب چیزی میگی میگم چاش شده خب ترا میفهمی چند بجه چاش شده بر اینجا پاش شده چاش شده بر اینجا پاش شده بابا جان من هم بگیر که بابا من گوش نشده آفرین میری به خونه 10 دقیقه نون ور میداری میاری خب به شما خب ما به جمله آدمیزاد نیم خودی هم میخوره دیگه خب میگم دیگه به شما نگیم بابا دیگه خب خودی هم میخوره خب زد نه دیگه بار نکرده باشم من دیشه بره بگفتم که من با چاش که من که لوبی پخته کنه و ریگو دست گیلک ریگو کرو لوبی؟ ما حواس لوبی کردم بده هیزما نیارم نه دیگه برو حالا نون بیار اگه بعد هیزما رو جمع کن خب ما این خر هم بیارم اینا برای خر نمیشه یعنی بابا تن سر دل داری من چی من بیشتر اصلا من خراب نکن دیگه برو خب بابا یا فرغون یا خر چیزی خوب بیارم دیگه کن خواهر مرگی مدام نونم بیاری خود دیر نکنی دیگه همیشه عاشق‌تر از من کجا پیدا میشه نمیشه کاکل تو پرشه وقتی که کوتاه کنی زیبا میشه همیشه اشتنی عباس اشتنی بخیری جانجور اول خوبه چی گپایه شوکو زنده بشی پیش نمی جستک اما جستک چره پس گلک ها میگم ولار من سر کله خورسه کو چیکار شده سر کله من ای چپن خور نگاه کو ای جون خور نگاه کو به خیالم 1-2 سال میشه که جون تو رو ایوه ندیده جون من ایوه ندیده آخه تو چه به حمام نمیری سر خور نمیشوری خود چرا برم به حمام سر خور بشورم سه که تو اشته چرک شدی کله خور نگاه کو کله سر خور چه که تو توش نیا پاپیلا جو میگم آدم بی عقل به افغانستان پیدا نمیشه میگم آخه بسه که تو بخکل سر کله تو بوی آمده برارم تو چری تا بی عقلی بودی با اگه تو به همون بری شاید به یک فرغون ریکا سر تو پاک نشه بابا الهی بگو تو خاطر ایلی از به هوشیارتر تو نمیفهمی چره؟ آخه برار محمد چره برم به هموم پلا خور به همومی بودم به زمستون پلان خور بیری کنی هوا خونو که طور یخ میزنه خب خلطیر میشی خب مثلا زخم میده میشی بفهمیدی گرگسرد میشی علامت 2 سال تصمیم گرفتم که پیار ما گفت دیگه بابا گفتم ها پیار ما هسته گفت بابا دیگه ما و تو بیا که اصلا به موا گرمی هم نریم به موا خونکی هم نریم من به گرمی که بریم بفهمیدی خب به گرمی که بریم ما به تموم گرمی میزنه به خونکی هم خونکی خب به 2 سال پول هموم چند میشه 30 روپیه روز 30 روپیه چرا به پیش نمیایی خاطری بسته
سر کله تو چرک شده. چرک شد. انال ما به تو میگم. سر خود نگاه کن خب تو. انال سر بکن تو. ما به 2 سال ما و پیارمه خب برارم پاکت 100 روپیه 2 پاکت گولی چرک خوشکن استوندیم. یک پاکت پیارم میخورم، یک پاکت رم من چی مام که برم با امو میگذار پول بدم. مبارک باشه. بخکا خوب کار میکنی. گولی چه خوشکن میخوری. بله یا گولی چرک خوشکن براتون پیش دکتر صاحب گفتم برادر با ما بدیم گولی چرک خوشکن. یک بسته به ما داد، یک بسته هم به پیارم. هر دم برم با امو هر 2 بسته 100 روپیه شد. آخه برو گولی چه خوشکن برای میدی آدم چرکی گرفته باشه گولی چه خوشکن. نه من در رقمی رستوندم. خدا یک پول هم چرکا پام پاک میشه، هم چرکا رختام پاک میشه، هم چرکا کلم پاک میشه. خب. آره تا شونامر تو سی کمال نیه. امکان داره یک فرغول چرکی باشه. هیچ با عموم نری. نه تو مقداری داخل شد تو مقداری ها قبول نمیکنه. نه من خدا یک پول داری برای من یک عقل کمال بزی که برای با عموم خوربوی شوره. برو ما بعد آخه چرک نه من گولی چرک خوشکن میخورم. سال با 12 من بیعقلی نیم که برم پلا خور با عمومی بدم. با 2 ساعت 2 دفعه با عموم میرم. من 2 سال از این 2 ساعت روپیه استفاده میکنیم. نه هفته یک گولی میخورم. عباس من با تو یکی دوستانه میگم. خب بگو. تو هم برو براره من به خود 2 پاکت گولی چرک خوشکن بستو. خب سال با 12 ما بخور که چرک نزنی. این خیال میکنی که من مثل تو بیعقل کمالم. بله اگه تو بیعقل کمال نمیبیدی بخند مرد نمیگرفتی. اگه تو عقل کمال میداشتی با عموم میرفتی. برو بخیر بری. خدا حافظ. وای 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 وای. چکی گردان مبان آنی دیونی گوی شرقی هم بیامون پوشی کن ولی این با گپ کنو تو سابق روی جک میکنه این با گپ میکنه شرقیه یلا گل نگو سلیمان در هوا باشد تو باشی سخن عشق با جنجال کشی یار از این دل و دیوانه روی شکوه گل نگو و از بخت بیا اینجا بیا کجا میری کجا میری میرم به سراخو. بیا بشی پنده اختلاط کنیم بیا ای گسپنده از تو نه. همین جگاه شیشتی و می میچرونم بیا بشی دخ شدم خودی هم اختلاط کنیم چی بیا می؟ بشی بیا اختلاط کنیم آخی کجا بدی؟ من میرم رو به سراخو. های تامی کوچه با خوب همین عباس همسایر بدیدم. خوب ای با من میگه که تو چرا پیش نیو پیش می چری؟ که سرکله تو پر از چرکه چرا با عموم نمیری تو چرا تا آدم میبودی من چه کار فلان من گفتم بابا جان من با عموم برم هر روزی برم 100 روپیه 50 روپیه پول عموم میشه من برفتم قرار که دیگه بخو گولی چرک خوشکن استوندم قرار که دیگه 2 سال میشه تال عموم ندیدم من برم با عموم که ناجور شم ما چون خوب کار میکنی تو آفرین گردن تو من کار خوبی نیه اشتنیه نه من میرم با عموم نیم پیارمه خوب کار میکنی گلا هفته چند تا قرص میخوری؟ قرص چی؟ همین از این قرصا چه خوش کن قرص چرک خوشکن هر هفته یکی گلا تو یک کاری کن هفته یکی نخو به هر پول نیه برارم همه یکی که میخورم تمام چرکام همه خوش میشه میفهم که تو چی میگی به هر هفته یکی نخو یعنی تو میگی به بیشتر هر بخورم 2 هفته 15 روز یکی بخور 15 روز یکی بعد 2 هفته یا 15 روزی تو یکی بخور یعنی مثل کیسه مال بری که با همون آدم کیسه میکنه همین تو کیسه میکنه همون تو کیسه خونه کنیه این تو پستک بجا تو نمونه دیگه چی بگو خوبه دیگه پس کمک قرصایی تو جوزت خلاص میشه تو دیونی کردم پول بدی بالا قرص بخری نه همونا رو اصراف تکره نکو همون 15 روز یک قرصی بخور از همه بیتر به پیار خواهم بگو از همه بیتر خوبه بیدی 15 روز یک گلی چرک خوشکنی بخورم ها بسه خوبه برو بخیر بینی چاشو زنده بشی خیر بینی که به من یاد دادی خیر بینی برو بخیر بینی با پیار خواهم میگم امیتا خوب برو بخیر بینی گردن و بخیر خوب رقمشی به هر 15 سر کلی و کخ صده حل دلی پیش مبشی دماغا ما دوت که
میگه گلی چه خوشکن بخورو برو در گلی چه خوشکن که برای مریضیه. خوب مامورا قهوه بری و گفتم برو بخیر بری، عقل کمال که بخیر خوشی که لطو و پیار تو نداره. میگم من استاد ساعت پیش ری کردم به خونه، یه حال آمده به خونه. من اگوشنگر میگه کشته کردن، چه کار میکن شما؟ میگم هنوز ساعت 10 بجه نشد که من ری کردم، برات نون ری کردم. این طالب کجا بوده؟ خبر ندارم از که کجا بوده، تا کجا بوده بازی میکرده. خب دیگه من چه کار کنم؟ همین جستی اگوشنگی قش کردم کو. خیر بین خود نون ری کردن خوب. چشمی سیاه داری قربانم شوی یار، خانه کجا داری میمان چوم یار. چشمی سیاه داری قربانم شوی یار، خانه کجا داری میمانم شوی یار. اگر یاری مرا دیدی بگوشه چشمی سیاه داری. بابا 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 تفلک تسه بابا من بخیالم گوش نه. بابا بابا چه کار میکنی؟ همه دکا برالا تو چی رقم بالا میبینی بیا بدین دیگه سنگ میزنی. دل من تو ترغوندی، خدا دل تو ترغوند، چه کار کردی تو؟ همه بچه گه بود سنگ بزسته کنیم اشته سنگ بابا بخور به اینجا. چی شد؟ گفتم بعدیم تیری شد. آنه برا نون آوردی؟ بله حالا که بری کی میایی؟ انی ساعت 2 بجه. حالا که برو نگه با سوا میان دیگه بابا حالا پیشی به شوم چی بکاره؟ میگم با کجا میدی تو؟ ها؟ چیکار میکردی؟ به ترکوچا دیگه گل وزی کده رفتی؟ نه یا خود که جامعه اختلاط میکردی؟ نه گردن ما بند باشه یک دفعه من عباس بچی ما لالو ما دو تری دی. خوب یک دفعه هممو کجیر برار جنگیر نیه عمر دیدک انم 10 دقیقه می عباس خودی ما 5 دقیقه گپ زد گفتک ما چون ها رستی بابا خوب یک وصیتی با شما بکنم. آنه بابا لوبیا میگو چه به دستا خوب خوب یه قاشوقی نبود یک مرگ خاکی حیات منه بابا. یعنی حالا همین تا دیگه من پس بودم ساعت دیگه من ترگوشو بدم که یک از نور خودشیش لازم میدونم بابا دو نیم ساعته مشکنه. شما چه هم مادر با چه مردی اونه کردیم میگم قاشوق هم نبردی که مینا جا کنی بود چی فرق میکنه نه اینا پشیشته گردن ما بند باشه دیشب ریکا زدم دستا خود. یعنی دیشب تالی پاکه نه پاکشتا پاک نیه اینا باشه از من اینا رو بخوری خلاص شه. ها بابا وصیت داشتم بابا. خداوند نکنه شما رو هدایت کنه. بابا ها وصیت داشتم همه کجیر گفته که تو چیز کو
انمی گولیا چیر خوشکونه بفهمیدیم این گولیا چیر خوشکونه گفتک به 2 هفته یکی بخورین همونا رو اصراف نکنه نکن همون 15 رو یک قرصی بخور از همه بیتر به پیار خوام بگو از همه بیتر گو کیفیه چری؟ گو زیاد نخونی که چیز میشیم رقوان رقوان میشیم؟ گفتک زیاد نخونی که رقوان میشیم با کجی را کجای دکتر کسم دکتری که پیدا کرده که باید دکتر شد و تا سرمون بچون انا بابا جو رقوان میشیم میگو چرا کاسل نماشته؟ نیه بابا این دیشب کاسه اول مادر من بتا کاسه نون خورده بیدک گفتم برو کاسه بشورک انا من براتون به پیش نال او که کاسه بشورم نال نمچک او نداشت نمچک خوش شده بیدک یعنی من بسته می سراح یک چکوی نو که تایی کاسه یک شیشتانه میکردیم مادر بچه عقل بخوریم به خیر خوشی دستا مادر محرومه بابا اگه بزو بگین دستا مادر محروم تا رانه تا دیگه جا کدوم چرا میخوریم او که زن شمانه تعصب من خراب میکن کمی تا بگم که خدا نست نمیتون کلو بزن به می دالا درختا که عدل میده شده که تو چرا این کاسر نشیشتی بودی پیش می؟ بابا می داده که پیشتر نون خوردم دیگه که حرام کنی به قبرستان که نون خوردن دیگه مخواهیم کاسر نشیه بودی یاره بابا وردا ببرک وردا جمع کو این لقمه خور بگیریم جمع کو آمدی بگیریم لقمه خور آنه میبرم کاسر زرده شو جون ما جمع کو تیر رو بدی و نونا شما از زندگی شما نون نیاریم به من کاسه ها یک هفته نشویه بود دیگه و یک قاسق نار که مینا خودنا جا کن دستا خیلی که پن پاکش میکن فقط دستا تو پاکه آنه بابا به سر خود خوب مادر ما داریم اگه بخوریم آنه من بینم کاسه لعنه جگا به بیرو به تم جو میشیرو نخوریم بابا خوبه حالا کنار حرام کردی با میخورم حرومه نه علاره خدای رستیم این پیار من غیر از این که هر روز هر روز من کار پیار کنم و سر من چیز کنم بچه خاله بله برای شما کجاییم؟ از این منطقه چرا؟ ما همین پیار ما منجگاه ما به تامی باقی منجگاه اجاره کردیم شیری خب باقا ما اجاره کردیم شیری انا چیزه انال ما با بابا خونون آوردم بفهمیدین خب انال ما هرچی که سعی میکنم مثلا همی چیز او نداره همی جو او نداره بری بر او نیه همی کاسر ما گفتم من خاطر نشی آوردم اصلا پیار ما دل رغبت نمیشه پیار ما دل رغبت نمیشه نگفتم من که بشیرم شما از این محله نیم یک کاسی اوی به قرض بدیم باز سوا که خودی خواهردیم یک قمقمه میارم باز از این قمقمه نبری شما یک کاسی قرض شما رو میدم تو عجب آدم سعودی چره؟ هم کاسیه ولن کسی به قرض میده یا مستونه اینا که کاسه برنجینیه که به قرض خب میگم نون دادن از او دادن سبب داره صحیح خدایی عقل تو میکشه بزید مثلا نه برو جو اول که این جو او نداره با که او هم داشته باشه بسی جو نشوری کاسه خود نه به خاطر که اینا پاک نیه پاک دیومی هم به اینجگاه نشوری کاسه خور که حروم ای جو میفهم حرومه خب بیا که بریم به در سلام بریم که به تو کاسیه ای بودم مفته دیگه کاسیه با مفته و غیر مفته چی داره خوب خیر بینیم کجای در سال شما سلام عاده به سیاوشون به سیاوشون بله ها چرا خط پوز میکشی خدای اگه عقل کمال به ما بده یک پولداری هم از این مسکینی بدبخت که پیاده نره برارم ما و شما آل اینجا به ته شهریم ما به خاطر یک کاسیه برم به سیاوشون به خاطر ازی که تو عقل کمال نداری که کسی کاسیه به قرض نمیستونه برو بخیر برو در سرادگی برو